من روزی معلوماتی عمومی دارم که چقدر محصولات‌های مثل غیر صنعتی و روسیه تاجیک مطبوعات در علایدگی روزی نداریم معلومات عمومی داریم و من خواستم به شما معلومات رو رسونم. عموما در همین 6 ماه سال جاری از حساب محصولات‌های قمدی 84 تن غیر صنعتی دانسته شده است. محصولات‌های مشروباتی 2832 دل، محصولات‌های گوشتی 70 تن. من فکر می‌کنم که بیاد شماره کلان است. مخصوصاً همین یک حالتی که ما را عموما به تشویش آورده است. این بنام یک تا در بین کودک‌ها به نام معروف یعنی ویتامین چی معروف شده است که از جمهوری خیتای چین. روز که هم محصولاتی که ما هم خریده که میگذاریم ما خودمون تازه در بازار استفاده نداره برای ما خنیس نابود میکنه که متاسفانه تا امروز ما هم سر همه کار گرفتن نتونستیم به خاطر که این محصولات غیر لیگال وارد میشود. 70 تن دیگه طلب شد خرما بود. این با نماینده کمیته امنیت ملی نیز از طرف یک شرکت ایرانی بود به فکر ما میخواستند مولتش گذاشتگی از سر نو کار یعنی که با جمعه شایواز کنن و در ماه شهر رمضان به سبزه بروند. امروز ما با واسطه نمایندگان اگنتی کمیته امنیت ملی یعنی که چورجویی کردیم همه رو بودن اسم نابود کردیم.